سلام، من ارشیا هستم. خوش اومدین به یوتیوب چنل اوان. ما قراره که تو این مسیر 0 تا 100 فتوشاپ رو کنار همدیگه به صورت کاملا رایگان یاد بگیریم که از یک کاربر مبتدی تبدیل بشیم به یک کاربر حرفه‌ای برای خلق تصاویر واقع گرایانه یا فانتزی و تغییرات و چیزهای مختلف و ابزارهای مختلفی که داخل فتوشاپ وجود داره رو به صورت کامل یاد بگیریم. قبل از اینکه بخوایم شروع بکنیم یه درخواستی دارم ازتون، لطفاً لایک کنید، کامنت بذارید و کانال ما رو سابسکرایب بکنید و دکمه اون زنگوله نوتیفیکیشن رو فعال بکنید که در ادامه ویدیوهای آموزشی بعدی این پروژه و دوره آموزشی فتوشاپ هر موقع آپلود شد بهتون اطلاع رسانی بشه. خب اولین کاری که میکنیم فتوشاپ رو باز میکنیم. من فتوشاپی که استفاده میکنم فتوشاپ 2024 هستش. حالا شما بسته به اون سیستمی که دارین و اون کانفیگی که سیستمتون داره فتوشاپ های حالا سالهای متفاوت رو میتونید استفاده بکنید و ابزاری رو کم نداره و چیزی که وجود داره، ما تمامی کارهایی که با هر فتوشاپ میتونیم انجام بدیم با تمام ورژن ها تو سالهای قبلیش هم میشه انجام داد، اما با یه سری تفاوت ها و یه سری حالا ریزکاری های بیشتر. توی بخش اول ما با این صفحه روبرو میشیم، صفحه ریسنت، پروژه های قبلی و حالا قسمت سرچ و دو تا گزینه اصلی که گزینه نیو فایل و گزینه اوپن هست. ما به یه حالتی میتونیم در واقع یک سری عکس رو که حالا توی فایل های کامپیوترمون هستش به صورت درگ اند دراپ ارسال بکنیم داخل فتوشاپ و اون عکس رو برامون باز بکنه و پروژه رو ازش استفاده بکنیم و از اون عکس حالا یک طراحی ایجاد بکنیم، تو اون عکس یه سری تغییرات توش ایجاد بکنیم یا از گزینه اوپن استفاده بکنیم. خب بخش نیو فایل یا همون قسمت نیو داکیومنت بخش‌های متفاوتی داره. بخش اولی که برامون باز میکنه گزینه توی قسمت ریسنت هست و پروژه های قبلی و سایز ها و رزولوشن و اون کیفیت های متفاوت قبلی که ما ازش استفاده کردیم رو برامون میاره و میتونیم یک فایل مشابهی رو برامون در واقع یک فایل مشابهی رو برامون باز بکنه. توی بخش سمت راست گزینه اول پریست دیتیل در واقع اسم پروژه ما هست و اسم چیزیه که ما داریم در واقع روش کار میکنیم. حالا ما تغییرش میدیم به اسم اوان. بخش بعدی اومده سایز و اندازه اون فایلی که ما میخوایم درست بکنیم و برامون گذاشته که این در واقع ارزش هست و این هم ارتفاعش و حالا ما میتونیم به صورت دستی تغییرش بدیم که حالا عمودی باشه، افقی باشه، هر جوری که دوست داریم و دوست داریم که فایلمون اون شکلی درست بکنیم و اون بنا به اون استفاده‌ای که میخوایم از اون عکس بکنیم این رو انتخابش میکنیم. و قسمت بعدی این در واقع اون پیکسل، اینچ، سانتی متر، میلیمتر و اون واحد اندازه‌گیری که این در واقع ارتفاع و عرض رو ما قرار میدیم و میذاره که ما روی گزینه پیکسل میذاریم که بتونیم راحت‌تر برای حالا پروژه متفاوت استفاده بکنیم و سایزها دستمون باشه. بخش بعدی بخش رزولوشنه که اینجا ما کیفیت تصویرمون رو مشخص میکنیم که روی چه کیفیتی باشه و در واقع این اصل PPI که حالا شاید به گوشتون خورده باشه همون پیکسل بر اینچه و ما میتونیم بذاریمش روی پیکسل سانتی متر که حالا ما همون گزینه اول رو میذاریم و حالا این گزینه 300 هم میذاریم بمونه. بخش بعدی بخش کالر مود هست که این در واقع تولباری که برامون باز میکنه یک سری گزینه های متفاوت برامون داره. حالا همین چیزی که روش هستش بخش RGB در واقع بخشیه که طیف رنگی رو برامون در واقع باز میکنه که ما توی مانیتور میتونیم ببینیم و یک طیف رنگی کاملا باز و همه رنگ ها رو شامل میشه توش. حالا یه مثال دیگه بخوایم بزنیم، حالا این گزینه گری اسکیل در واقع یه گزینه‌ای هستش که به صورت یه فایلی برامون باز میکنه که این فایل به صورت سیاه‌سفید هست، یا مثلا این گزینه CMYK
رنگ هایی رو برامون باز میکنه که میتونیم ازش استفاده بکنیم که تو صنعت چاپ ازش استفاده میشه و این 8 بیت 16 بیت 32 بیت هم در واقع اون بیت هایی که این رنگ دونه ها رو نشون بدن رو برامون مشخص میکنه که ما رو همین حالا 16 بیت قرارش میدیم. گزینه بعدی گزینه بک‌گراند کانتنت هستش که یک سری گزینه های متفاوت رو برامون داره. این بک‌گراند کانتنت پس زمینه اون پروژه، اون داکیومنت خامیه که ما در واقع ایجادش کردیم که میتونیم به حالت سفید بذاریم، رو حالت مشکی بذاریم یا روی حالت بک‌گراند کالر بذاریم که اینجا دستمون باز هست و میتونیم هر رنگی رو که بخوایم انتخاب بکنیم پس زمینه که این گوشه برای ما یک پیشنمایشی رو قرار داده که ما اون رنگ رو بفهمیم و در واقع بیشتر حسش بکنیم. گزینه آخرش هم ترانسپرنت، در واقع بیشتر برای فایل های PNG استفاده میشه که در واقع بک‌گراند رو برای ما خاموش میکنه و هیچ بک‌گراندی توی اون پروژه ما وجود نداره. ما حالا به صورت اتوماتیک بذاریم رو حالت وایت باشه. بخش آخر، بخش ادوانس آپشن، 2 تا گزینه متفاوت داره که این بخش رو توی آینده با هم دیگه در موردش صحبت میکنیم. من فراموش کردم اینجا بخش آرت بوردز هم توضیح ندادم، این هم تو آینده در موردش صحبت میکنیم و خب گزینه هاش خیلی گزینه های زیادیه. ترجیحاً بهتره که هر لحظه که بخوایم از هر کدوم از این گزینه ها استفاده بکنیم توی همون موقعیت هر گزینه رو توضیح بدیم و در موردش صحبت بکنیم که روند در واقع آموزش فتوشاپ خیلی کسل کننده و خسته کننده نباشه. یه بخشی وجود داره به اسم سیو و ما میتونیم این تنظیماتی که گذاشتیم و قرار دادیم و درست کردیم رو سیو رو بزنیم. برای مثال ما اینجا گزینه سیو رو میزنیم و در واقع اسم رو تغییر میدیم، میتونیم بذاریمش همون اوان و سیو پریست رو بزنیم. خب اینجا میبینیم که در واقع اون فایلی که ما سیو کردیم با همون ارتفاع و عرض بر اساس همون پیکسلی که ما انتخاب کردیم و اون رزولوشن و کیفیت تصویر که همون پی پی آی که انتخاب کردیم، همون 300 پی پی آی برای ما باز شده و این سیو برای ما همیشه میمونه. بخش بعدی قسمت فوتوه که سایزها و اندازه‌های متفاوتی رو برای عکس‌هایی که مثل عکس‌های خانوادگی که ما می‌خوایم سیو بکنیم یا کیفیتشون رو بالا ببریم یا یه چیزی رو می‌خوایم نگه داریم می‌تونیم استفاده بکنیم. قسمت پرینت داره که برای همون فضای و صنعت چاپ استفاده میشه. سایزهای متفاوتی که در واقع توی کل دنیا سایز A4 همیشه همین سایزه و هیچ وقت تغییر نمیکنه و این پریستش رو برای ما آماده داره. و گزینه‌های متفاوت برای حالا پوستر، برای وبسایت که در واقع این توی تنظیماتش در واقع میاد یک سری تنظیمات کالر مود و اون بیتی که مشخص میشه بر اساس اون طرح‌ها و رنگدونه هایی که داخل سایت ها نشون میده برای ما این پریست ها و این پیش‌فرض ها رو آماده کرده. و تو بخش موبایل چیزهای مختلفی وجود داره که ما میتونیم طراحی بکنیم و این همیشه آپدیته، میتونیم ازش استفاده بکنیم. ما حالا به صورت پیش‌فرض همون فایلی که خودمون انتخاب کردیم رو و گزینه‌اش رو درست کردیم باز میکنیم. ما با فضای اصلی فتوشاپ روبرو میشیم. اولین بخشی که میخوام در موردش صحبت بکنم بخشی که داخل تمام اپلیکیشن های ادوبی هستش و یک سری دسترسی ها رو برای ما باز میکنه. بخش اول در واقع بخش منو هستش که این گزینه های بالا سمت چپ صفحه هست که هر کدوم از این گزینه ها دسترسی های متفاوتی رو به ما میده و یک سری قابلیت ها و کارهای متفاوتی رو ما میتونیم باهاشون انجام بدیم. یه نکته دیگه ای که من بخوام بگم و تا اونجایی که فراموش نکردم و یادم نرفته، ما وقتی که یک پروژه رو باز کردیم و یک فایل رو داریم از طریق گزینه فایل و گزینه نیو دوباره میتونیم یک فایل دیگه ای رو ایجاد بکنیم. برای مثال ما الان یک فایلی رو داریم و میایم یک فایل رو با حالا این سایز و اندازه و این کیفیت و رزولوشن
ایجاد میکنیم و اینجا میبینید که همون گزینه اولمون گزینه اوان و گزینه دوممون فایل دوممون فایلی که اس براش انتخاب نکردیم. یه نکته‌ای که من الان یادم افتاد که وسط ویدیو بخوام در موردش صحبت بکنم اینه که ما چرا اینقدر در رابطه با بخش نیو فایل و نیو داکیومنت اینقدر توضیح دادیم و اینقدر ریز شدیم در رابطه با مباحث مختلفش و گزینه‌های مختلفش. برای مثال میخوام یه مثال کوچیکی بزنم که خیلی واضح‌تر بتونیم متوجه بشیم. فکر کنید که ما یک فایلی رو یک داکیومنتی رو قرار آماده بکنیم برای یک چاپخونه ارسال بکنیم و اون فایل رو بتونن چاپ بکنن و ما موقعی که میخوایم این فایل خاممون رو درست بکنیم بخش کالر مود در واقع اون کالر CMYK رو انتخاب نکرده باشیم و رنگدونه هایی رو استفاده کرده باشیم که توی صنعت چاپ نمیشه ازش استفاده کرد و اون سایز متناسب با اون چیزی که میخوایم چاپ بکنیم رو انتخاب نکرده باشیم و این فایل رو ساخته باشیم و تمام تغییرات و ادیت هایی که نیاز داشته رو روی اون فایل انجام دادیم و در نهایت اون عکس رو ارسال کردیم برای چاپخونه و اونجا نمیتونن متاسفانه اون فایل رو چاپ بگیرن و کیفیت متناسب با اون چیزی که نیاز داریم رو در واقع دریافت بکنیم و ما دوباره مجبور میشیم از اول برگردیم اون سایز و اندازه مناسب خودمون رو انتخاب بکنیم و اون رنگ بندی که نیازه رو استفاده بکنیم و دوباره همه اون ادیت ها رو انجام بدیم، اون تغییرات رو ایجاد بکنیم و این خیلی نکته مهمیه و این شروع پروسه یک در واقع ساخت فایل و ساخت عکس هستش و اون اول مسیر به نظر من خیلی چیز مهمیه که ما قدم اول رو قدم درستی برداریم و در نهایت تغییرات ریز قابل انجام توی مسیر. این بخش منوه. بخش بعدی در واقع بخش آپشن بار ما هستش که زیر منو قرار گرفته و بخش سوم بخش تولبار هستش که هر کدوم از این گزینه هایی که داخل تولبار وجود داره و ابزارهایی که وجود داره بسته به اون کاراییش آپشن بار متفاوتی رو داره. برای مثال این گزینه آپشن بارش این کارایی ها رو برامون باز میکنه و این قابلیت ها رو برامون باز میکنه. گزینه پایین همینطور که میبینید آپشن بار تغییر میکنه و بسته به اون ابزار اصلی ابزارک ها و چیزهایی که مورد نیاز اون ابزار هست رو داخل آپشن بار برای ما باز میکنه. این 3 بخش هم ما در مورد صحبت کردیم و این بود قسمت اول.